سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی. اما عقیل پرتقی از مازندران. فعلا ما در حال کار هستیم، مشغول کار هستیم. اما جان یه شعر برای حاجی و برای من. حاجی؟ آره. حاجی برای کعبه و من طالب دیدار او هم. بله. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. بله. یه شعری از بردمرد زندگی دنیایی بگم. میگه گوهر بی هنر، گوهر بی هنر خارزار است سوست. هنر که نباشه یعنی سوسته. بله. ز فرهنگ باشد بله. روان تندرست. فرهنگ چیه؟ همینایی که نوشته. بله. اینو میگم فرهنگ. حالا یه شعر من هم اجازه است بگم. میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، او کعبه همینجاست بیایید بیایید. دلخوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم. کعبه به دیدار خدا می رویم، او که همینجاست کجا می رویم. شبی من در خواب دیدم به کعبه گفتم که تو هم از خاک منم از خاک، چرا باید که من گردی تو گردم. جواب از وی برای من آمد، گفت تو با پا آمدی باید بگردی، برو با دل بیا تا من بگردم. آیا شعر منم تایید میکنی شما؟ خوب شعره؟ بهترین شعر کره زمینه. قربان شما بزرگوار، خدا نگهدار.